بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان عزیز، درسی تجوید را از کتاب تجوید نوین دوام می‌دهیم. باب مدها را دوام داده می‌گذریم به مد متصل. به سبب در یک کلمه جمع آمدن حرف‌های مد و همزه، این مد را مد متصل یعنی چسبیده نامیدند. سبب در چیست؟ سبب در آن است که بعد از حرف‌های مد همزه می آید و آنها در داخل یک کلمه هستند. به این سبب آن را متصل یا که چسبیده نامیدند. حرف‌های مد متصل اینها می باشند: الف، واو، یا. سبب مد متصل همزه می باشد. تعریف مد متصل: اگر بعد از حرف‌های مد همزه آید و آنها در یک کلمه باشند، آن را مد متصل گویند. مد متصل را مقدار 4 حرکت کشیده خواندن واجب است. این چنین آن را مقدار 5 یا 6 حرکت کشیده خواندن جایز است. مثال ها ببینید دوستان: بعد از الف همزه آمد و آنها در داخل یک کلمه: جاءکم النذیر. جاء، الف را 4 حرکت کشیدیم: جاءکم النذیر. مثال دوم: بعد از حرف مد همزه آمد و آنها در داخل یک کلمه: سوء العذاب. مثال سوم: بعد از حرف مد همزه آمد و آنها در داخل یک کلمه: سیء بهم. علامت های قرآنی مد متصل: در بالای حرف مد خطی ناهموار آمده است. همزه تنها آمده است، یعنی بی الف. ببینید دوستان، یکم علامت این که در بالای حرف های مد خطی ناهموار آمده است و دوم همزه بی الف آمده است. هر وقتی که همزه بی الف آید، این معنای آن را دارد که همزه و حرف مد در داخل یک کلمه است. سپارش: در آیات های زیر مثال های مد متصل را یابید. بسم الله الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع. ببینید دوستان، کلمه سائل بعد از حرف الف همزه آمد و علامت قرآنیش در بالای الف خطی ناهموار است. به مقدار 4 حرکت کشیده میخونیم: سائل. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. در کلمه ملائکتو مد متصل است. ببینید دوستان، بعد از الف، اینجا الف مایده، بعد از الف مایده همزه آمد و علامت قرآنیش در بالای الف خطی ناهموار است. 4 حرکت میکشیم: ملائکتو. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. در آیات های بعدی مد متصل نیست. 4 اینجا خطا شده است. 4 مد منفصل. به سبب جدا بودن حرف های مد از همزه در کلمه های جداگانه بودن، این مد را مد منفصل یعنی جدا شده نامیدند. حرف های مد منفصل اینها می باشند: الف، واو، یا. سبب مد منفصل همزه می باشد.
تعریف مد منفصل. اگر یکی از حرفهای مد در آخر کلمه آمده و همزه در اول کلمه دیگر آید، آن را مد منفصل گویند. مد منفصل را مقدار 2، 4 و 5 حرکت کشیده خواندن جایز است. دوستان عزیز، فرق مد منفصل از متصل در چیست؟ فرق در آن است که در مد متصل حرفهای مد و همزه در یک کلمه می آیند و در مد منفصل باشد حرفهای مد و همزه در کلمه های جداگانه می آیند. مثال ها را ببینید. اینجا حرف الف آمد در آخر یک کلمه و در کلمه دیگر همزه آمد. بما انزل. مثال دوم، اینجا حرف مد در یک کلمه آمد و همزه در کلمه دیگر آمد. قالوا آمنا. و مثال سوم، حرف یا در آخر یک کلمه آمد و اول کلمه با همزه آغاز شد. و فی انفسکم. در چنین حالت به مقدار 2، 4 یا 6 حرکت خوانده می شود. علامت های قرآنی مد منفصل. در بالای حرف های مد خطی ناهموار آمده است. همزه در کلمه بعدی در بالای الف آمده است. ببینید دوستان، در بالای حرف های مد خطی ناهموار آمده است و همزه در بالای الف آمده است. ایضاح: مد منفصل همیشه تابع مد متصل می باشد. اگر مد متصل 4 یا 5 حرکت کشیده شود، مد منفصل نیز 4 یا 5 حرکت کشیده می شود. مثال دوستان ببینید، اگر مد متصل را 4 حرکت کشیدید، مد منفصل را می توانید 4 حرکت کشید. اگر مد متصل را 5 حرکت کشیدید، مد منفصل را نیز 5 حرکت می کشید. و این چنین در قرائت حفص با طریق طیبة النشر مد منفصل از مد متصل کمتر کشیده خواندن جایز است. و طریقه دوم، اگر مد متصل و منفصل در یک سوره آمدند، شما می توانید مد متصل را 4 حرکت کشید و منفصل را 2 یا 4 حرکت. اگر مد متصل را 5 حرکت کشیدید، منفصل را 5 حرکت و اگر مد متصل را 6 حرکت کشیدید، منفصل را می توانید 2، 3، 4، 5 حرکت کشید. خلاصه مد منفصل از مد متصل کمتر یا برابر کشیده خوانده می شود و از مد متصل دراز کشیده خواندن جایز نیست. سپارش: در آیات‌های زیر مثال‌های مد منفصل را یابید. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد. لا اقسم. بعد از حرف الف همزه آمد و آنها در کلمه های جداگانه و علامت قرآنی در بالای الف خطی ناهموار آمد. لا اقسم. می توانیم 2، 4 یا 5 حرکت کشیده خوانیم. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة وما أدراك. در اینجا نیز مد منفصل است. بعد از الف همزه آمد و علامت‌های قرآنی در بالای حرف مد خطی ناهموار آمد و همزه در بالای الف آمده است. سوال‌ها برای سنجش. یکم، مد متصل را شرح دهید. حرف‌های آن کدام‌هایند؟ دوم، علامت‌های قرآنی مد متصل کدام‌هایند؟ سوم، مد منفصل را شرح دهید. حرف‌های آن کدام‌هایند؟
چهارم، علامت‌های قرآنی مد منفصل کدام‌هایند؟ پنجم، خصوصیت بین مد متصل و منفصل در چیست؟ وظیفه خانگی: از آیت 16 تا 23 سوره فجر را نوشته همه قاعده های گذشته را یافته علامت گذاری کنید. این بود پایان درس امروزه. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.